سلام دوستان، به این ویدیو خوش اومدید. من فیوری هستم و امروز اومدیم با هم دیگه اولین تیزر رسمی از فصل 5 سریال دیبویز رو با هم بررسی کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و خوشحال میشم کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید. این تیزر شنبه شب در کامیکان برزیل منتشر شد و طی اون آمازون تایید کرد که پخش فصل 5 از 8 آوریل 2026 یعنی 19 فروردین 1405 شروع میشه تا 20 می ادامه داره. وقایع این فصل چند ماه بعد از فصل دوم سریال ژنوی اتفاق میفته و آمریکا در این مدت کاملا زیر سلطه هوملندر قرار گرفته. تریلر با نشون دادن عواقب پایان فصل 4 سریال شروع میشه. استیو کالهون حالا رئیس جمهور شده و وفاداری مطلق خودش رو به هوملندر اعلام کرده و الان دیگه آمریکا تحت یه رژیم نظامی اداره میشه که فرماندهی اونا بر عهده ابرقهرمانایی هستش که به هوملندر وفادارن و دیگه عملاً خبری از دموکراسی نیست. تیزر با یه سکانس از مکانی که کمپ آزادی نام داره ادامه پیدا میکنه و جایی که هوملندر هیویی، کیمیکو، فرنچی و بقیه مخالفینش رو زندانی کرده. این کمپ خیلی ترسناک و شبیه به اردوگاه‌های کار اجباری و بدترین زندان‌های نظامیه. هوملندر به بهانه حفظ نظم ملی پس از اعلام حکومت نظامی سیستمی ساخته که توی اون هر کسی که با دیدگاهش مخالف است بدون سر و صدا ناپدید میشه. بوچر لاغرتر و خشن‌تر از همیشه دیده میشه و الان اون ویروسی رو در اختیار داره که میتونه با استفاده از اون تمامی ابرقهرمانی دنیا رو از بین ببره و میبینیم که داره با معدود افراد باقی مونده تیم صحبت میکنه. از نکات قابل توجه این تیزر عدم هیچگونه اشاره‌ای به شخصیت ماریمورو و بقیه شخصیت‌های اصلی سریال ژنویه که تیزر هیچ اشاره‌ای به مکان و فعالیت فعلی اونها نمیکنه. اما خب قطعاً توی این فصل قراره خیلی بیشتر از اونا رو ببینیم. تیزر سریال بازگشت شخصیت سولجر بوی با بازی جنسن اکلس رو نشون میده که این دفعه کاملاً بی‌ثبات‌تر و خشن‌تر از فصل 3 هستش و هوملندر عمدن آزادش کرده تا بتونه تعادل قدرت رو حفظ بکنه. جرد پادالکی رو میبینیم، بازیگری که با بازی توی نقش سم وینچستر توی سریال محبوب سوپرنچورال معروف شده شد، جزو بازیگران جدید فصل 5 که هنوز مشخص نشده قرار نقشه چه شخصیتی رو توی این فصل بازی کنه. ولی جلوتر توی تیزر اون دقیقاً وسط صحنه‌ای هستش که یه ابرقهرمان جلوش منفجر میشه و خونش روی لباس جرد پادالکی ریخته. نشون دادن این صحنه خشن جلوی یه شخصیت تازه وارد میتونه نشون دهنده این باشه که معرفی این شخصیت قطعاً با خشونت بالایی همراه و حضور اون در کنار جنسن اکلس نمایانگر اینه که احتمالاً یکی از شخصیت‌های کلیدی این فصله. هوملندر دیگه اون جامعه ستیز پنهانکار نیست، اون رسما تبدیل شده به یه اسطوره خشمگین که دیگه نمیشه کنترلش کرد. توی تیزر در یک صحنه نشون داده میشه که هوملندر با خشمی وصف نشدنی لیزرهاشو به سمت آسمون شلیک میکنه، انگار میخواد آسمون رو بشکافه. در ادامه ما شخصیت رایان رو میبینیم که چشماش آماده شلیک هستش و خیلی سرد و عصبانی به نظر میرسه که میتونه نشون دهنده این باشه که هوملندر موفق شده اون رو به یک سلاح احساسی و فیزیکی در برابر بوچر تبدیل کنه. و البته بعضیا نقدهای متفاوت تری رو دارن. مثلا بعضیا میگن رایان میخواد با پدرش مبارزه کنه و اون کسی که جلوتر توی تریلر کتک میخوره خود رایانه، ولی هنوز هیچ چی مشخص نیست و ما نمیدونیم این کسی که هوملندر داره به اون ضربه میزنه دقیقاً کیه. شخصیت استارلایت از اون بود رسانه‌ایش فاصله گرفته و توی سکانس‌هایی از تیزر روی هوا معلق شده و تمامی قدرتاشو آزاد کرده و داره از همیشه بیشتر میدرخشه و در آماده ترین و قوی ترین نسخه خودشه. اشلی برت حالا تبدیل شده به سخنگوی کاخ سفید برای رئیس جمهور کالهون. ما هنوز نمیدونیم اثر تزریق ترکیب وی روی اون دقیقاً چی بوده، اما سکانس‌های اون نشون میده که توانایی‌های ناشناخته‌ای به دست آورده. پوسترهای رسمی این فصل هم چند روز پیش منتشر شده بودند که وعده یک رویارویی نهایی بین شخصیت‌های اصلی رو میدن. بوچر و هوملندری که از فصل اول در تضاد با هم بودن و هر دوشون الان در اوج قدرتن. بوچر الان کلید نابودی همه ابرقهرمان‌های دنیا رو داره و هوملندر هم بیشتر از هر زمان دیگه‌ای قدرت جهانی رو در اختیار داره و قطعاً نبرد نهایی، نبردی خشن ویرانگر و تا پای مرگ هست و یکی از این دو شخصیت در پایان کشته میشن. کارل اوربن بازیگر نقش بوچر در مصاحبه با اسکرین رنت گفته بود که در اولین اپیزود فصل 5 بینندگان شاهد مرگ‌ها و گره‌های داستانی بزرگ خواهند بود و تیزر هم این موضوع رو تایید میکنه، چون که با یه صحنه خیلی خفن تمام میشه که هوملندر داره با تمام توان
شخصیتی که خارج قاب هستش رو میزنه. به نظر شما هوملندر کی رو تا حد مرگ میزنه؟ من اگه بخوام نظر شخصی خودمو بگم، از اونجایی که روی لباس هوملندر آثار سوختگی هست، پس بعید نیست اون شخصی که هوملندر باش درگیره رایان باشه، ولی بازم هیچی معلوم نیست. البته اینم باید بهتون بگم که توی یکی از صحنه‌ها ما شخصیت داگنات رو می‌بینیم. داگنات یکی از جایزه بگیرهای شرکت واته. داگنات شامه سگ داره و میتونه با بو کشیدن مکان خیلی‌ها رو پیدا کنه. و اما نظر شما درباره تیزر فصل 5 سریال دبویز چی بود؟ خیلی ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشم نظرتون رو درباره تیزر فصل 5 سریال دبویز داخل کامنت‌ها بنویسید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.